سلام، وقتتون بخیر باشه. برای درست کردن جیمیل اول از طریق یکی از بروزرها وارد این نوار سرچ میشید که من از طریق بروزر کروم وارد شدم. توی این نوار سرچ کلیک میکنید و مینویسید gmail.com. بعد دکمه اینتر رو میزنید. این صفحه براتون باز میشه که سمت راست رو دقت کنید، سمت راست بالا که نوشته Create an account روش کلیک میکنید. پایین کادری که باز میشه بالا نوشته For my personal use که ما به این احتیاج داریم. روش کلیک میکنید. این صفحه باز میشه. توی این صفحه کادر بالا که آبی هست و فعال هست نوشته first name، اسمتون رو می نویسید که خب حالا من اسم خودم رو می نویسم. بعد کادر پایین رو کلیک می کنید و فامیلتون رو وارد می کنید و کامل که شد دکمه next رو می زنید. صبر می کنید. این صفحه باز میشه. توی این صفحه همطور که میبینید این قسمت ماه تولد هست، وسط روز تولد و بعد سال تولد و قسمت پایین هم که جنسیت، که اگر توی این لیست کشویی کلیک کنید میتونید انتخاب کنید. روز تولد رو میزنید و همینطور تاریخ سال تولدتون رو بر حسب میلادی هست و منطبق با تاریخ تولد خودتون دقیقا. و این قسمت هم جنسیت رو من انتخاب میکنم فیمیل. تموم میشه این صفحه و دکمه نکست رو مجدد میزنید. توی این حالت این صفحه باز میشه که دقت کنید سطر اول پیشنهادی خودش هست، سطر دوم پیشنهادی خودش هست. این در حقیقت میشه همون آدرس جیمیل شما. و توی قسمت اگر که این رو تیک بزنید یعنی خودتون میرید آدرس جیمیلتون رو انتخاب میکنید که چی باشه، که من توصیه میکنم از گزینه‌های پیشنهادی خودش انتخاب کنید، که الان مثلا من اولی رو انتخاب میکنم، کلیک میکنم، به این شکل در میاد، آبی میشه و بعد دکمه نکست رو میزنم. توی این حالت شما میخواید پسوردتون رو انتخاب بکنید. روی کادر بالا کلیک میکنید که البته خب الان برای من فعال هست، آبیه و این خط عمودی مشکی داره چشمک میزنه، که من اینجا رمزم رو انتخاب میکنم و دوباره میاد توی کادر پایین همون رمز رو باید تکرار کنید. اینجا این قسمت پایین اگر این کاد رو تیک بزنین پسورد رو براتون نمایش میده که خب من تیک نمیزنم. ضمناً پسوردتون رو حتما یه جای یادداشت کنید که فراموش نشه. دکمه نکست رو میزنم. این قسمت باید شماره تلفنتون رو وارد کنید که خب الان فعال هست. من شماره رو وارد میکنم. شماره موبایلتون رو وارد میکنید. بعد دکمه نکست رو میزنید. توی این مرحله یک SMS به شماره موبایلتون ارسال میشه. نگاه میکنید و دقیقاً همون شماره رو اینجا تایپ میکنید. بعد مجدد نکست رو میزنید. خب این صفحه که باز میشه بهتون پیشنهاد میده که آیا میخواید یه ایمیل پشتیبان داشته باشید، که اینجا در حقیقت آدرس یک ایمیل دیگری که حالا دارید، یا حالا یا ایمیل خودتون هست یا ایمیل مثلا همسرتون، فرزندتون، یه ایمیل قابل اعتماد اگر دوست داشتید در شرایطی که نیاز بهش باشه اینجا خب هستش، که حالا من به این نیاز ندارم. شما اگر ایمیل دیگری ندارید این مرحله رو اسکیپ میکنید، که خب من اسکیپ میکنم. توی این مرحله همینطور که نگاه میکنید ببینید اینجا اسم فامیلتون بالا هست،
قسمت پایین که الان مثلا برای من haqbin@gmail.com نوشته شده، این میشه همین آدرس جیمیلتون یا به عبارتی آدرس پست الکترونیکیتون. و این قسمت هم که شماره موبایلتون هست، چک میکنید همه چی درسته، نکست رو میزنید. توی این قسمت هم که یه سری مواردی که حالا جزو نکات پرایوسی محسوب میشه گفته شده که خب تمایل داشتید دوست داشتید میخونید و توی این مرحله I agree رو میزنید که خب من نمیزنم چون من نمیخوام این جیمیل برای من ساخته بشه، ولی شما I agree رو میزنید و تموم میشه مراحل. موفق باشید.